و دیگر این که ریسک ازلی است. این ریسک نه در دست داملا است، نه در دست رهبر دولت است، نه در دست پیغمبر است، نه در دست ملائکه است. این ریسک ازلی است. این ریسک خداوند در قسمت تو چیزی کشیده باشد. اگر ای انسان مثل رابعه عدویه نمیشوی، رابعه عدویه را گوش کنید قصه‌ش. زنک بود، زن میگوید که اگر تمام زمین آهن گردد، آهن دیگر یگان جای کشت و کار نماند، کل زمین آهن گردد، آسمان از باریدن منع شود، تمام مردم روی دنیا اگر عیال من فرزندای من باشد، رابعه عدویه میگه قسم به خدا پروای نان یافتن ایشان ندارم، زمانی که خدا خودش رزاق اعلان کردگی هست. ان الله هو الرزاق، و اعلان کرده است که من رزاق هستم، من رزق رسانم.